سلام، امیدوارم سالم و تندرست هستید. از تظاهرات قزاقستان البته آگاه شدید که بعداً به خونریزی پیچیده سببی به آن کشور فرستادن سربازان سازمان پیمان امنیتی دستجمعی از جمله سربازان تاجیک شد. تظاهرات اول با طلب پایین آوردن قیمت گاز مایع آغاز یافت و بعداً شعارها سیاسی شدند. تلاطم در قزاقستان از موضوعی بود که کاربران درباره آن در وبسایت رادیو آزادی بسیار بحث کردند و همراه می‌بینیم که درباره سبب‌های اعتراض چی می‌گویند. از شرح کاربر آغاز میکنیم که خود را کوروش کبیر نامیده و گفته است صلح و ثبات پایدار در یگان کشور با کمک یراق و اسلحه تامین کردن نمی شود و عاقبت هم ندارد. ادامه شرحش چنین است. رژیم های زیادی مسلح و مجهز بودند ولی به سبب نابرابری، بی‌عدالتی، قانون شکنی از بین رفتند. وظیفه را ناوابسته از جای تولد و ریشه های محلی و خشتباری عادلانه به نفران لایق تقسیم کنید. درد مردم را گوش کنید، پرابلم های مهم را حل کنید. یگان تبادل نمی شود. کاربر دیگری با نام مهاجر نیز عین چیز را گفته است و رشوه‌خواری و نابرابری های اجتماعی در جامعه را سبب اعتراض های مردمی نامیده است. این کاربر که خود را مهاجر معرفی کرده است، رهبران کشورهای آسیای مرکزی را دیکتاتور و یا رهبر خودکامه نامیده و چنین شرح را در وبسایت ما گذاشته است. جنابان دیکتاتورها، یک کمی در فکر مردم خود باشید. از فساد و پاره و خش و تباربازی دست کشید. اگر انتخابات آزاد و دموکراتی برگزار کنید، باور کنید به هیچ قوه خارجی و انقلاب‌های رنگه ضرورت پیدا نمی شود. بسیاری از شرح و نظرهای دیگر درباره سبب‌های تظاهرات در قزاقستان نیز با همین مضمون هستند و کاربران میگویند بی‌پروایی نسبت به مشکلات مردم علت اساسی اعتراض و تظاهرات بود که روز 2 انور در قزاقستان سر شد و سپس به ناآرامی کشید. شرح کاربری را می‌خوانیم که خود را میر عیسی نامیده است. چشمشان را باز کنند و دنیا را بینند. آنهایی که در تاجیکستان زندگیشان را با پاره پیش میبرند باید دانند که یراق یدرایی هم به قوه خلق برابر شده نمیتوانند. خلق را به این درجه نآورند، عدل را پیشه کاری خود کنند. گروه دیگری در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی نوشتند که بهانه‌ها برای ناراضگی مردم و تظاهرات در تاجیکستان هم وجود دارد و یکی از این بهانه‌ها بیکاری زیاد است که جوانان را به تنگ آورده است. شهری رستم جمعیف نام کاربری را از فیسبوک می‌خوانیم. در تاجیکستان جای کار نیست به غیر از تاکسیرانی. آخر فقط ماشیندار کار میکند. به ماشین چی؟ در بازارهای تاجیکستان یک بار یگان کس رفتن نظارت نمیکند. دادی مردم به فلک. به کی عرض کنند؟ من از پرزیدنت مملکت خواهانم که جلوی همین را بگیرد. به قول یک کاربر دیگر تمام مردم آسیای مرکزی مشکلاتی همسان دارند و آن مشکلات ناقناعتمندی از شیوه مدیریت حکومتداری در کشورهای منطقه است. شرح این کاربر با نام سیاستمدار را همراه میخوانیم. در حقیقت مردم کشورهای آسیای مرکزی همه‌شان یک درد دارند. همه از نابرابری اجتماعی، از بی‌عدالتی و زیادتر از همه از رشوه‌خواری می‌نالند و میگویند که جانشان را به لبشان آوردند. نخود همین را رهبران تاجیکستان نفهمند که همه مثل آنها آدم است. صبر و طاقتشان حد دارد و میتوانند یک روز به ضد آنها بشورند. کی فکر میکرد که قزاقستان چنین میشود؟ شما هم عمیق‌تر فکر کنید جنابان در دوشنبه. شما چه میگویید؟ نظرتان درباره حادثه‌های قزاقستان چی هست؟ در وبسایت ما نویسید که نشانه‌اش را می‌بینید و اگر می‌خواهید در ویدیو ثبت کنید به شماره تلفن رادیو آزادی از طریق واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو بفرستید چه بهتر. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.